میرم به سمت یه ماجراجویی جدید، داستان پنجم، و اینکه صرف فسادش رو میخوام بهتون بگم که چطور برگزار میشه. مثلا 5 و 6 ما یه تایمی داریم که از بین برگا نور میفته داخل و آره خیلی نور باحالی میفته به اون دیوار و خیلی تایم خوشگلی میشه برای. لطفاً برای حمایت همین الان این ویدیو رو لایک و سابسکرایب کن و تا آخر این ویدیو جذاب با من باش. نتیجه پروژه آخر این ویدیو میذارم. نمیدونم صدا بیاد یا نه، ولی دارم میرم به سمت یه ماجراجویی جدید، داستان پنجم، و اینکه صرف فسادش رو میخوام بهتون بگم که چطور برگزار میشه. فعلا میخوام برم یه کافه ببینم اوکی میشه یا نه، ببینم تاییدش رو میگیرم یا نه. یه نکته بگم، اگه میبینی حالا زیاد صدام نمیرسه یا نمیتونم زیاد بخندم، من 4 تا دندان جلوم ایپلنده، نمیتونم قشنگ صحبت کنم دیگه. حالا انشالله از پروژه های بعد بهتر میشه، امیدوارم که بهتر بشه. و مورد بعدی این که همینطوری که اومدم کارا پروژه رو انجام بدم، اومدم کارا پروژه فردا یعنی چهارشنبه 15 رو انجام بدم، 15/5 رو انجام بدم. چه تاریخی هم گفتم. این داستان قرار بود داستان 5 باشه اما عقب افتاد و داستان 6 شد. حالا البته یه چند تا شات هم باش بزنم ببینم چی پیدا میکنم، چی شکار میکنم. امید به خدا. هوا هم که خوبه، یعنی الان دیگه باید هوا خوب بشه. ساعت 5:06 نورم نرمه. لطفاً برای حمایت همین الان این ویدیو رو لایک و سابسکرایب کن و تا آخر این ویدیو جذاب با من باش. نتیجه پروژه آخر این ویدیو میذارم. لوکیشن قشنگه ها. اینجا خیابون فردوسیه، خیابون خیلی شلوغی هم هست. من همیشه اینجا زیاد پیاده روی میکنم و همین که داشتم پیاده روی میکردم و این کافه هم زیاد میاد. حالا اسمش هم بهتون میگم. یه ایده به ذهنم خورد، اسم پروژه رو گذاشتم کنار پنجره. حالا قشنگ کامل بهتون میگم که داستان چیه. این ورودیشه، اسم کافهش پس کجاست؟ کافه نمیدونم، حالا میپرسم بهتون میگم. امیدوارم که خودم بازم خودم سلام، خسته نباشید، حالتون خوبه؟ بازم میگم نمیدونم صدا میاد یا نه، اما بذار ادامه داستان رو بهتون بگم. همیشه اینجا که رد میشدم و این کافه، حالا تو سکانس های بعدی فیلم نور رو واسه تون میذارم که چطور شرایطش. ایده اومد به ذهنم، مدلمون نرگس خانم، حالا عکسش واسه تون میذارم. اومد تو ذهنم، گفتم بهشون پیشنهاد دادم که بیایم تو این محیط کافه عکاسی کنیم. هم یه عکاسی ساده است، همین که گپ خودمونی صحبت میکنیم و کنار پنجره اسمشو گذاشتم
فوق‌العاده است. مورد بعد این که حالا نمیدونم اونجا اجازه بدن عکاسی کرد یا اجازه ندن و همین. امید به خدا اگه اجازه بدن که فوق‌العاده است. دستتون در نکنه، عالی بود قهوه‌تون. و اینکه یه موضوعی خواستم بهتون بگم. اولی که بلند صحبت کنین، من چیز نیاوردم، میکروفون نیاوردم. اینکه من عکاس پورترم و یوتیوبرم. اینجا مسیرم رد میشم و میرم و میام. گفتم که بیام اینجا پروژه رو بهتون بگم، ببینم تایید میکنین یا نه، آیا اینجا میشه عکاسی کنیم یا نه. و وایب کافتون واقعا خوبه، واقعا وایب کافتون خوبه. و چه تایمی بیشتر نور میاد داخل، چه ساعتی؟ به من بگین که به احتمال زیاد فردا بیام، یعنی چهارشنبه، و خلوت هم باشه. بلندترم صحبت کنم. حدود ساعت 4 تا مثلا 5 و 6 ما یه تایمی داریم که از بین برگا نور میفته داخل. و آره خیلی نور باحالی میفته روی اون دیوار و خیلی تایم خوشگلی میشه برای عکاسی. به نظرم اون تایم خیلی خوشگله. ساعت 1:30 چطوره؟ میخوام خلوت باشه، مزاحم کسی نشیم، راحت باشیم، گپ بزنیم، بگیم. آره زیاد شلوغ نیست، یعنی مثلا حالا ما پیک تایمیم بیشتر شبه و حالا مثلا صبحانه. دم شما مرسی. پس من فردا چهارشنبه اگه اشتباه نکنم ساعت 2:30 تا 3 میام اینجا خدمتتون میرسم. عزیز متشکرم، دستتون در نکنه. تایید شد. فردا چهارشنبه 15/5 میام. اومدم اما برق نیست. سلام. حالتون خوبه؟ حالا به ما میگه نگو نوچ نوچ نوچ، خودش میگه آخ آخ. آره بیارش بیارش بگی یخ کردیم. سایز یک که میاد. کافه خوشگلی هم هست، وایبش خیلی خیلی خوشگلی. سایزتون بالا باشه، اون پایین باشه. اون نه بذار باشه، بکش خیلی خوشه، فوق‌العاده است. بذار باشه. واسه چی میگم؟ چون که موقعی که تو میخوای اکتتو بری، بعد یه وای مواد میاد تو صورت دیگه، تمرکز از دست میده. من خودم میگم حله. بریم 1 2 3 سکونم. نه دستت. آره یه حرکتی نه که اینطوری بود، خیلی خوب بود. میتونی نگاه میکنی، دست کنی، برای حرکات تو دیگه کنید حرکات واقعی بود، چون فیلم واقعی میکنم، عکس واقعی میکنم. نگاه دوربین. حالا نگاه پنجره کن، خیلی کم. اینو دیگه نرم بخم، همین دست پایین بودش میخند، خیلی قشنگ بود خنده. آنالوژی بدون برقه فیلم رو گرفتیم. خسته نباشید. خدا قوت. چطور بود پروژه؟ یه بار دیگه بگو. خیلی خوب. مرسی.
بیا لحظه همینو بیا بیرون ما یه داستان یه قصه جدید بسازیم. شاید قصه بعدی یکی دیگه باشه نمیدونم، ولی اگه میدونی یه داستان واقعی یه قصه واقعی تو ذهنته حتما بهم بگو که قصه‌تو روایت کنی. کی من بگم؟ هر کسی میتونه. هر کسی بگم من داریم.